چطور میشه فهمید یک ازدواج موفق یا نه؟ جان گاتمن یکی از معروفترین روانشناسهای دنیای روابط میگه میتونه با دقت بالای 90% پیش بینی کنه کدوم زوجها با هم میمونن و کدومها از هم جدا میشن. و این پیش بینی فقط با نگاه کردن به چند دقیقه حرف زدنشونه. اگه دوست داری بدونی جان گاتمن چجوری به این نتیجه رسیده، تا انتهای ویدیو با من همراه باش. گاتمن این کار رو توی جای انجام میداد به اسم آزمایشگاه عشق، یک محیط آرام و شبیه خونه که از زوجها دعوت میکرد بیان بشینن و درباره موضوعات روزمرهشون حرف بزنن. دوربین، صدا، حالت چهره، حتی ضربان قلب و تنفسشون ضبط میشد. اما نکته جالب اینجاست، اون دنبال دعواهای بزرگ یا بحرانهای عجیب نبود، بلکه تمرکزش روی جزئیات کوچیک بود، مثل لحن حرف زدن یا نحوه واکنش نشون دادن به یک اختلاف ساده. فرض کن یک زوج درباره خرید یک مبل بحث میکنن. مرد میگه این یکی خیلی راحته. زنم میگه ولی ظاهرش اصلاً زیبا نیست. حالا 2 مسیر داریم. یکی از اونا بگه تو فقط به قشنگی فکر میکنی، هیچ وقت راحتی برات مهم نیست. اینجا انتقاد، تحقیر و شروع یک دعوای بد اتفاق میفته. ولی اگه همون آدم بگه میدونم قشنگی برات مهمه، میخوای با هم یه مدلی پیدا کنیم که هم قشنگ باشه و هم راحت، اینجا احترام، همدلی و ارتباط سالم شکل میگیره. همین تفاوت کوچیکی که سرنوشت یک رابطه رو میسازه. راز ماندگاری عشق توجه به لحظه های کوچیکه. گاتمن میگه موفقیت یک رابطه تو بحران های بزرگ مشخص نمیشه. توی لحظه های کوچیک زندگیه که مشخص میشه شما چقدر به هم توجه دارید. به این لحظه ها میگه تلاش برای ارتباط عاطفی. مثلا شوهرت روزنامه میخونه و میگه ببین این مقاله چقدر جالبه. این یعنی داره تلاش میکنه یک پل ارتباطی بزنه. اگه بگی چه جالب، بگو درباره چیه، یعنی باهاش همراه شدی. اما اگه بگی الان حوصله‌اش رو ندارم، داری اون لحظه مهم رو از بین میبری. همین چیزای کوچیکن که یک رابطه رو میسازن یا خراب میکنن. پس اگه میخوای بدونی رابطت قرار موفق باشه یا نه، به جزئیات کوچیک زندگی توجه کن. به نحوه حرف زدنت، واکنش‌هات، لحن صدات و جوابهایی که توی لحظه‌های ساده میدی. اینها تعیین میکنن که عشق بمونه یا نه. اگه موضوعات روابط براتون مهمه، پس ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. لایک، کامنت یادتون نره و برای دوستانتون هم بفرستید. توی قسمت بعدی میریم سراغ یکی از مهمترین دلایل شکست رابطه ها، یعنی همون 4 سوار آخر زمان. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.